بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه بیننده های چینل صالح عباسی. امیدی که مسافرین و خیرین عزیز در هر گوشه و کنار دنیا که هستند جور صحتمند باشه. دوستان عزیز، همونطور که میبینید ما فعلا در پیش روی قریه تورمه قرار داریم که خداوند همین صاحبای زمین را خیر بده، اجر خیر بده و اهالی قریه را خداوند امواتشان را رحمت کنه. که اینجا برادر خوب شما میبینید که تعداد تقریبا 70-80 نفر آدم ریزه و کتا پیر جوان اینجا برادر آمده که در قسمت نظامی که همین سرک را دوستا در جریان که همین جایی که بوده از بغل سرک بوده. حالی فعلا مو اینمی جای را می صاحبای زمین خدا ماتشان رحمت کنه برادر وقت چی کده یه وقت سرک کده از پشت درخت و جای را قرار کنه بر زمینای خود بچه که این سرک هم از لحاظ سرک بسیار کار میشه و مفیده و هم از لحاظ عبور و مرور که در آینده هم دو موتر بر فعلا دو موتر کلان حتی میتونه که در بعض ساحایشی از هم دیگر عبور مرور کنه. بسیار یک کار خوب شده که در آینده بخیر هیچ گونه مشکلی در قسمت موتر و عبور مرور موتر و در قسمت رفت آمد هیچ گونه مشکل انشالله دیگه در قسمت دیده نمیشه. دیگه مو از کل خیرین و مسافرین خواهش از مو به میه که اندمی قسمت در بعض جایهای کوچک موچک در کاره اندمی اینجا با این که واقعا خب مسافرین و خیرین بسیار کار شایان انجام دیده. مسافرین و خیرین شغله ولیاتو که در مدت یک سال مو برادر تانستیم لیسه ولیاتو شغله را ساختیم و یک مکتب معرفت ساخته شد و سرک قریه قشلی و ولزار در چند روز پیش افتتاح شد که بسیار مفید بود برای مردم. واقعا اونا در زمستان 3-4 ماه رایش مسدود بودن و در قسمت یک دانه پلچک در پایتینگی ساخته شده و در قسمت شغله که برادر خوب یک دانه پلچک بسیار اساسی که آقای عباسی زحمت کشیدن واقعا در چند روز پیش افتتاح شدن. دیگه خو یک پلچک و یک پول هم در ساحه کوشه و دیبه ساخته شده و خیرین عزیز واقعا در قسمت رای و شغله به نهایت کمک شدن که این مالی واقعا چه در شغله که آدم موره همینطور هم دل آدم باز میشه و بسیار خوشحال میشه که واقعا از با کمک های شما خیرین و مسافرین عزیز دیگه همین سرک ها و همین راه ها واقعا ساخته شد. در قسمت نظامی که مو مال فعلا اینجا استادی تصمیم به ایه که اینمی یک دونه پولچک باید اینجا ساخته میشه. بعد از او این ویدیو رو بگیرید ساکی جان. اینمی از کمر و نمزود درختا باید او جوی شیله باید از اونجا باشه. اینی قسمت چی باید سرک باشه که او یکم بیل اردش نکارش نه و یک دیوار و نظمونج از پایین که میگیرید دوستان می رقم باید یک دیوار که بین سرک و خود شیله یا جلگه برادر خوب باید باشه که این از سنگ و سیمنت کارش نکید دیگه کدام آسیب در آینده نرسه. دیگه یک پولچک دیگه که مساحه که آوی که از دسخول میه پیش خود اسه دعا و اندمونجی که برادر خوب در اونجا هم یک دیوال استنادی هم دکاره و یک پولچک دکاره که اندمو قسمت هم باید دیگه یعنی این چیزا که هست در توان از این نفرای مردمی که در این ساحه در منطقه نیست. یعنی میره از خیر خو از کل مسافرین و خیرین ولیاتو شغله ششپر پشت بوم خکبات و اینمی سرک از مو شمو بیشتر برادر خوب اندمی مسیر مو شمو تردد منی دیگه بخیر خالی هم کارا و نزبال شروعه همین هم تصمیم به می گرفته شده که بخیر این سرک که ساحه ولیاتوی واقعا خود سرک خرابه. این برادر هیچ کس از این گپ برادر انکار شدن نمیتونه. ساحه ولیاتو به نهایت سرک خرابه که نمی تصمیم به میشه که بخیر کم کم کار کنیم و دیگه خوب و شما مسافرین و خیرین هم یک همکاری شما هم در این قسمت کار داره. زنده و سلامت باشین، جور باشین.